ای خدا. چه خونه خوبی. مال کی اینجا؟ تا حالا اینجا ندیدم. واسه بریم ببینیم صاحبش کتوه. سلام. میتونیم خونه تو بگردیم؟ بفرمایید. چه خونه خوبی داریم. مرسی. چراغ هم میتونیم روشن کنیم؟ بله. به چه خونه با صفایی. مال شماست؟ بله. درم خوب ببندیم. خب میتونیم خودت نشون بدیم به ما؟ بله بفرمایید. ورود که میشین در سمت راستش یه اتاق خواب داره. بله. یه تخت 2 نفره داره. یه بخاری هم داره؟ بله. پس چرا پکیج نیست؟ دیگه پولمون دیگه کم. آیه چه خوب. بله. از این بازی هم دارین؟ بله. آیر هاچه استخر هم داره. که میشه بازی کرد؟ بله. چه خوب. گلم خوردم. ادامه بدیم. بعد اون یکی اتاق چیه؟ اینجا یه اتاق خوابه. اینم بازم تخت 2 نفره. توپ فوتبال. جالب بود. اینجا یه تخت 2 خوابه داریم. 2 خوابه. خیلی خوب. ادامه بدیم. فوتبال دستی هم داریم. بله. اینجا یه چقدر مبلای شیکی داریم. اینجا یه اسپیکر و تلویزیون داریم. اسپیکر هم خوبه. اینجا پارتی هم میگیرین؟ بله. به کولر هم داره. چه هوای خوبی. اینجا یه فوتبال دستی داریم. من خیلی مشتاقم استخرتون رو ببینم. اولا یه سوال کنم، چرا تو خونتون یه استخر بزرگ دارین؟ چون پول داریم. ایش باشد. برو. ولی چی؟ به. بعد که به اینجا بود میشیم اینجا یه دستشوی ایرانی داریم. بله. جای همون داریم که دستشوی تورتنگیم که پلاستیکیه. دستشوی شستن دستشوی داریم. سلام. بعد یه استخر داریم که آنش اینطوری میزدم خیلی خوب بود ولی سابق خونه شما است. بله. اینجا موتورخونه است؟ بله. درش گفت موتورخونه. شما خودتون گفت کردین؟ بله که هیچ کس نره مثل شما. بله. استخرتون عمقش چقدره؟ تقریبا 150 تقریبا گته شما. بله. بله. خودتون گفتین گتی باشه؟ بله. چرا؟ چه میکنید من کوتاه باید اینجا هم دوش داریم. اینجا یه دوش داریم که اینجا داریم. خیلی عالی. خب من برم دیگه داره دیرم میشه. بعد میتونیم یه روز مهمون بیان باز خونه شما؟ بعد شما از خونتون ویدیو هم میذارین؟ خیلی عالی. پس اینجا صدامون اکو میشه. زیاد خوب نمیافته تو فیلم. اگه اجازه بدین من برم. بیا این ساله. فوتبال دستی هم داریم. بله. به. از اونجا چجور میخواین عبور کنین اون باش؟ از این. آها. چرا یه پله کشیده اینجا مواظب باشین برید. باشه. خیلی ممنون. مرسی. خوشبخت شدم. ممنون من. بفرمایید. چه آدمای عجیبی هستن تو این دنیا.